به نام خداوند که سزاوار پرستش است آغاز میکنم. برای طرز حیات سالم انسان که باید حیات سالم داشته باشد از چین منبع و منشأ میگیرد؟ پیش از همه برای داشتن حیات سالم انسان باید که مفکوره سالم داشته باشد. اگر انسان مفکوره سالم داشته باشد زندگی هم سالم میگردد. البته درباره حیات سالم مردم ما عادتهای خوب دارند، حتی از چی رو کردن خانه ها، کوچه ها همه وقت کوشش میکنن که تازه کنند و تازه باشند. این عادت مردم ما است و این فرهنگ مردم ما است. از نگاه دینی نگاه کنیم، اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکشان میفرمایند که نظافت نصف ایمان است، اگر پاکیزگی را نصف ایمان میگویند. و حکما بسیار خوب فرمودند که صحت الجسم فی قلت طعام و صحت الروح فی قلت کلام. یعنی حکیمان فرمودند که سلامتی جسم انسان در کم خوردن است و سلامتی روح انسان در کم گفتن است. یعنی پر گفتن از نگاه معنوی و از نگاه فرهنگی ما هم کار خوبی نیست. و دیگر اینکه انسان باید مشغولیت داشته باشد. برای اینکه حیات سالم داشته باشد باید مشغولیت داشته باشد، تا اینکه از مشغولیت خود خاندان خود را نگه بدارد و همیشه با پاکیزگی و پاکی خاندان خود را افرادی که تابع آن هستند آنها را توصیه بکند. و در شرایط فعلی یک چیز بسیار جای تأسف است که انسان با وجود اینقدر پیشرفت‌ها دارای همه چیز هست اما آرامش ندارد. اما در زمانهای پیش هرچند چنین پیشرفت نبود، زندگی با خوب هم مردم هم نداشته باشند اما آرامش داشتند. اما امروز مردم همه چی رو دارد اما آرامش رو ندارد. وقتی که انسان آرامش رو نداشته باشد اگر البته با زندگی سالم قدم ماندن او دشوار است. اگر ما قناعت داشته باشیم، شکرانه کنیم و طرز حیاتی که برای ما میسر است شکر بگیم، ان شاءالله با قله‌های بلندترین زندگی خواهیم رسید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.